غوغای بزرگ بابک زنجانی در آسمان و زمین ایران. 32 هواپیما، 50,000 تاکسی برقی، هزاران کامیون و صدها واگن قطار تو راهن. زنجانی اعلام کرده 32 فروند هواپیمای شرکت داتوان ایر به زودی وارد آسمان ایران میشن. ناوگانی که هم قرار پروازهای داخلی و هم بین المللی رو پوشش بده. هزاران کامیون، تریلی و کشنده تحت برند داتوان سیر برای حمل سوخت و کالا تو راه جاده‌های ایرانن و وعده داده این ناوگان عظیم نه تنها هزینه حمل و نقل کاهش میده بلکه به نوسازی ناوگان فرسوده کشورم کمک میکنه. زنجانی از راه اندازی 50,000 تاکسی برقی تو شهرهایی مثل تهران، کرج، اصفهان، کیش و قشم خبر داده. ناوگانی با هدف کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت و البته ارتقای کیفیت خدمات شهریه. در کنار همه اینا 620 واگن قطارم به خطوط ریلی به کشور از روسیه اضافه میشه که آخرین فناوری‌های دنیا رو داره. زنجانی گفته این تازه اول راهه. به نظرتون زنجانی میتونه حمل و نقل کشور رو متحول کنه؟